نوشتن استاد محترم 7 سال میشه که عروسی کردن، 3 فرزند دارن، 2 پسر و 1 دختر و خودشون هم استاد مدرسه بودند. شوهرشون تبلیغی است و به صورت عام تبلیغ دین میکند. اما نوشتن که در خانه با ایشان اظهار محبت نمیکنه، مثل بیگانه رفتار میکنه، به ایشان و به خواسته های بچه‌هاش توجه نمیکنه. نوشتن که خیلی کوشش کردن که باهاش صحبت کنن و با محبت بفهمانند، اما نشد. نمیدانم مشکل در کجاست. حتی مثال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو برایش گفتم که چگونه با ازواج مطهرات رفتار میکردن، اما توجه نکرد. زندگی من همین قصه میگذرد و نوشتن که بسیار دلسرد شدن و دیگر حوصله این زندگی را ندارن. حتی این رویه باعث شده افسردگی بگیرن و بر روی فرزندانشان هم تاثیر بد گذاشته. نوشتن که ما را راهنمایی کنید. ببینید، اولا باید در اینجا یک موضوعی رو خدمت شما عزیزان بیان بکنم که ایشون تبلیغ چی رو میکنه؟ تبلیغ کدام دین رو میکنه؟ و این متوجه همه عزیزانی است که به شکلی با جماعت تبلیغ خارج میشن و به قول معروف نیت میکنن با اونها خارج میشن برای تبلیغ دین. با اونها میگیم دین اسلام فقط تبلیغ نیست. دین اسلام یک منشور زندگی است. دین اسلام همه شئون زندگی انسان رو در بر میگیره. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ولا تنس نصیبک من الدنیا. آنچه که در دنیا نصیب تو هست از تفریحات، از خوبی ها، از نعمت ها، از آنچه که در اختیار تو قرار داده شده است از طرف الله سبحانه و تعالی، از همه اینو باید استفاده کنی. اینا رو نباید فراموش بکنیم. ما نباید یک جانب دین رو بگیریم و جانب دیگر رو رها بکنیم. حتی در مورد جهاد وقتی که الله سبحانه و تعالی بیان میکنه در مورد اینکه شما به جهاد برید و به جهاد تشویق میکنه و این همه اجر و پاداش فراوان برای جهاد در نظر گرفته شده، الله سبحانه و تعالی جانب دیگری از زندگی رو که علم هست و معرفت هست اونها رو فراموش نمیکنه. میگه که یک گروهی از شما باید چیکار بکنن؟ به جهاد برن و یک گروه دیگری باید به تفقه در دین، آموزش و پرورش بپردازن. در سوره توبه در اینجا برای ما بیان میکند. ببینید دوستان عزیز، اصلا مثلا تبلیغ با جهاد اصلا قابل مقایسه نیست. جهاد قله اسلام است. دوستان اگر این صفحه رو نشون بدن، سوره توبه آیه 122 و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. میگه اینطوری نیست که همه مؤمنان همگی خارج بشن برای جهاد برن. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین. یک گروهی باید بمانند، تفقه در دین کسب بکنند، علم کسب بکنند، نه اینکه همه پاشن برن به جهاد، مردم رو در جهل و نادانی قرار بدن. ولینذروا قومهم اذا رجعوا. و بعد از این که مجاهدینی که برمیگردن از جهاد، اون مدتی که در جهاد بودن، اونها رو باید چیکار بکنن؟ اونها رو به اونها علم بیاموزانند، به اونها فقه دین رو بیاموزانند، به اونها آنچه که از علم که از دست دادن در این مدتی که در جهاد بودن به اونها بیاموزانند. لعلهم یحذرون، تا که آنها هم برحذر باشن از مسائل دین، از مسائل علمی، نه اینکه پاشن همه برن به جهاد. جهاد یکی از بزرگترین عبادات است. یعنی جهاد اصلا با تبلیغ قابل مقایسه نیست. اگر ایشون میخواد تبلیغ دین رو بکنه، من به جای اینکه شما رو نصیحت بکنم خواهر گرامی و به شما بگم یا شما رو راهنمایی بکنم، اینجا نیاز است که
شوهر شما راهنمایی بشه. باید دین فهمانده بشه. و بعضی از آنها دین رو کج فهمیدن. بعضیا فکر میکنن دین فقط عبادت است. برو بشین گوشه مسجد عبادت بکن. من کسانی رو دیدم که صبح تا شب در گوشه مسجد مثلا در حرمین نشسته بودن، شب تا صبح در حرمین نشسته بودن، در اعتکاف نشسته بودن و بچه هاشون مشغول فسق و فجور و 1001 بدبختی. برای این انسان تربیت فرزندش خیلی مهمتر از اعتکاف نشستن است. تو میری اعتکاف میشینی که اجر و ثواب کسب بکنی، فردا فرزندت گمراه میشه، هر کس که هر جا بینه میگه خدا پدر و مادرش رو لعنت بکنه. مثل همون حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن وارد جنت نمیشه کسی که پدر و مادرش رو لعنت بکنه. گفتن یا رسول الله مگر کسی از پدر و مادر خودش رو لعنت بکنه؟ گفت کاری میکنه که مردم پدر و مادرش رو لعنت بکنن. امروز مردم یک جانبی از دین رو میگیرن، جانب دیگری رها میگیرن. دین ما ادخلوا فی السلم کافه، در اسلام کامل داخل بشید. اسلام دین تکنولوژی است، دین علم است، دین تقوا است، دین پرهیزگاری است، دین اخلاق است، دین تبلیغ است، دین جهاد است. همه جوانب زندگی رو در بر میگیره. ایشون باید یک نفری باید بیاد ایشون رو تبلیغ بکنه. متاسفانه یکی از مشکلات برادران تبلیغی ما همین است. ما همیشه تعریفشون کردیم از خدماتشون، از دعوتشون، از اینکه چه خدمات ارزنده‌ای به اسلام و مسلمان ها کردن، در اقصا نقاط دنیا جاهایی رفتن برای تبلیغ دین که هیچ کس نمیتونست بره. همه اینا قابل قدر، اما یکی از مشکلاتی که دارن همین است. الا بالله که یک نفری رو از یک جایی باید بکشن بگن تو بیا با ما تبلیغ بکن. بابا جان اون شخصی که در اونجا نشسته شاید اون خدمتش به دین خیلی بیشتر از تبلیغ باشه. به طور مثال یک تاجر خیلی موفقی رو اومدن کلشو خوردن، آقا تو باید به تبلیغ. الان کاروبار خود زندگیشو رها کرده، سال 3 بار 4 بار میره با اینا تبلیغ. بابا جان این تاجر دیندار و مسلمان اگر تجارت بکنه، پول حلال کسب بکنه، در راه خدا خرج بکنه، مدرسه ای رو تکفل بکنه، پل بسازه، بیمارستان بسازه، خدمات اجتماعی انجام بده، خیلی بهتر است از اینکه بره تبلیغ. وانگهی برای تبلیغ رفتن علم نیاز است، نه اینکه شما هر کسی رو از سر کوچه بردارید و ببرید برای تبلیغ. به این برادر عزیزمون نصیحت میکنیم که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید که وعاشروهن بالمعروف، شما با زنهایتان رفتار نیک داشته باشید. رفتار نیک یعنی چی؟ آنچه که از بهترین هایی رو که در یک جامعه مردم برای همسرانشون تهیه میکنن شما باید تا حد توانتون تهیه بکنید. منظور از بالمعروف همین است، نه آنچه که غلوب باشد، نه آنچه که تفرید باشد، وسط اعتدال. شما زن و بچه تو رها میکنی که میخوای برید تبلیغ، یعنی در کدام دین گفته؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم همچین تبلیغیای تربیت کردن؟ هر کدام از صحابه ببینید که 3-4 تا خانواده رو به اصطلاح تنبیهشون میکردن. به خاطر همین بعضی از مردم متاسفانه دین رو کج میفهمند. تو رفتار خوبی که با همسر و تو فرزندانت بکنی خیلی مهمتر از تبلیغ است. این جزء فرایض است، این فرض شده در قرآن کریم. وانگهی الله متعال در سوره روم آیه 21 میفرماید که و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها، شما در کنار همسرانتان آرام بگیرید. این چه نوع آرامی است که تو زن و بچت رو ول بکنی بری برای تبلیغ و اونها ناراحت و افسرده باشن؟ سکون آوردن در زندگی وظایف یک شوهر است. و جعل بینکم مودة و رحمة، کجاست این مودت و رحمت در زندگی شما؟ مودت و رحمت و سکون در زندگی زناشویی آوردن از تبلیغ خیلی مهمتر است. شما با این کارتون، با ایجاد یک خانواده نمونه در جامعه، بهترین تبلیغ رو. بعضی فکر میکنن فقط تبلیغ این است که تو یک عمامه سرت بکن، ریشتو بگذار و برو در کنار جماعت تبلیغ. و گاهی اوقات ما با رفتار و کردار میتونیم بهترین تبلیغ رو در یک جامعه بکنیم، بهترین الگو باشیم برای مردم. مردم الگو پذیر هستند، مردم از الگوهای نیکویی که در جامعه است کپی برداری میکنن. در سوره بقره آیه 228 میفرماید ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، برای زنها همان حقوقی هست که برای مردها وجود داره. همونطوری که شما توقع دارید، متاسفانه بعضی از مردای جامعه ما توقع دارن که زن باید همه آنچه در آیات و احادیث آمده که نمیدونم
باید خدمت شوهرشو بکنه، باید اطاعت بکنه، هر وقت گرو صدا کرد سر تنورم که باشه جوابشو بده، خواسته هاشو برآورده بکنه، امانت دار باشه، خوش اخلاق باشه، عفیف باشه، با حیا باشه، پاک دامن باشه الی آخری. نوبت خودشون که رسید، نه آیه است نه حدیثی است، هیچ. نه الله متعال میفرماید که ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، همونطوری که اونها یک سری حقوق و واجباتی رو باید مراعات بکنند، شما هم باید مثل آنها یک سری حقوق و واجبات رو مراعات بکنید. یک طرفه نباید باشه. بعضیا نه، فقط فکر میکنن که هر چه هست بالای زن هست، مرد هیچ وظیفه‌ای نداره، هر غلطی که دلش خواست انجام بده. اینطوری نیست. در آیه دیگر در سوره نساء، آیه طولانی است، در قسمت آخرش میگه فإن أطعنكم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان الله کان علیا کبیرا. و اگر که اونها اطاعت شما را کردن، شما بهانه جویی نکنید، دنبال اذیت و آزارشون نباشید. بعضی مردها هستن متاسفانه بهانه‌گیر هستن، به هر شکلی که شده باید یک بهانه‌ای بگیرن در زندگی. چی میگن؟ آقا نباید به زن رو داد، نباید زن رو پر رو کرد. این اشتباهه. شما نباید در زندگی بهانه‌گیر باشید. که بعضی مردها فقط دنبال بهانه میگردن که یک چیزی پیدا بکنن و اون رو بزرگ بکنن و زن بیچاره رو تحت تاثیر قرار بدن، یا اون سلطه مردانگی خودشون رو ثابت بکنن. بهانه‌گیر نباشید، دنبال بهانه نگردید در زندگی. چیزای خرد و ریزی که در زندگی اتفاق میفته اینا رو بزرگ بکنید و سبب بشه که شما بعضی خواسته ها و هوا و هوس خودتون رو بر اونها بقبولانید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این تبلیغی مثلا تبلیغ چی رو میخواد بره بکنه؟ تبلیغ دین. خود دین و رسول الله میگه خیرکم خیرکم لاهلی، نگفته خیرکم الذین یذهبون لجماعة التبلیغ، خیرکم الذین یبلغون الدین، گفته خیرکم خیرکم لاهلی لاهله و انا خیرکم لاهلی. بهترین شما کسی است که برای همسرش، برای خانوادهش بهترین باشد و من بهترین شما برای خانواده‌ام هستم. شما تعریفات و تمجیداتی که همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم از ایشان میکنن. در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره، کسی که ایمان دارد به الله و روز آخرت همسایه‌اش را اذیت نکند. بعد از اون مباشرتا میفرمایند واستوصوا بالنساء خیرا، شما را وصیت میکنم که با زنها به نیکی رفتار کنید. به نیکی رفتار کنید همه خوبی ها رو در بر میگیره. یک زنی که پدرش و مادرش و قومش و خیشش و همه عزیزانش رو رها میکنه میاد در کنار تو پاشو با 4 نفر برو جماعت تبلیغ، تو فکر، من نمیگم تبلیغ نکنید، هر چیزی به اندازش، هر چیزی از حد اعتدالش که بگذره و از چه پایین باشه، چه کم باشه، چه زیاد باشه، زندگی رو مختل میکنه. بعد از اون میفهمد فإنهن خلقن من ضلع، اونها از پهلو آفریده شدن. و ان اعوج شیء فی الظل علی، این قبرقه ها از قبرقه ها آفریده شدن. حکمت الله سبحانه و تعالی، خلقت الله متعال است. قبرقه دیدین همیشه کج است. ببین چقدر زیبا پیامبر مثال میده، فإن ذهبت تقیمه کسرته، اگه خاصی اینو راست بکنی میشکنی. شکستن یعنی چی؟ طلاق، جدایی. نمیشه. بعضی چیز طبیعتش اینطوری است. زیبایی این قفسه سینه در این است که همون کج باشه، تو راستش کردی میشکنی. و این ترکته لم یزل اعوج، اگر که رهاش بکنی کلا همونطوری کج میمانه. فاستوصوا بالنساء خیرا، باز تاکید میکنن در آخرت باز انها به نیکی رفتار بکنید. در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اتقوا الله فی النساء، شما از الله بترسید در مورد زنها. فانکم اخذتموهن بامانه الله، شما اون را به عنوان یک امانتی از جانب الله گرفتید یا امانتی از الله گرفتید اونها رو. یک زنی که تا دیروز یعنی دست نامحرم به او نرسیده بود، تو با 2 کلمه بله و یک خطبه نکاح رو برای خودت حلال کردی، به نام الله حلال کردی. نمیگن که وقتی خواستگاری میرن که بنابر فرموده الله و سنت رسول الله من از این دختر شما خواستگاری میکنم. به نام الله خواستگاری میکنید، به نام الله نکاح میکنید.
پس رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید وقتی که با نام الله شما آنها رو برای خودتون حلال کردید، این امانتی است در نزد شما. و استحللتم فروجهن بکلمت الله، و اونها رو برای همبستری خود حلال کردید با نام الله سبحانه و تعالی. پس با آنها به نیکی رفتار بکنید، در مورد آنها از الله سبحانه و تعالی بترسید. تویی که تبلیغ میری، زنت نصف شب یک آهی بکشه، یک بددعایی تو رو بکنه، از اون وحشت و تنهایی که از رنج ببره، تو فکر میکنی که از این تبلیغ دینی که تو داری میکنی تو سود میبری، ثواب میبری؟ بعضیا متاسفانه دین رو گفتم کج فهمیدن. در حدیث دیگری میفرمایند که اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کاملترین مؤمنان که از نگاه ایمان کامل باشن مؤمنینی هستن که خوش اخلاق باشن. بعد از اون چی میگه؟ و خیارکم خیارکم لنسائهم، بهترین شما کسانی هستن که بهترین باشن برای زنهایشان. متاسفانه در جامعه ما طرف در بیرون مانند ملائکه است، چنان رفتار میکنه که تعجب میکنید که این فرشته است. این وقتی که خانه برمیگرده شمر ابن ذوالجوشن یا شداد ابن نمرود. چرا؟ در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که خیارکم خیارکم لنسائهم، بهترین شما کسی است که بهترین باشه برای همسرش. طرف بهترین است برای مردم در کوچه و بازار، خانه که آمد یک حیوان درنده میشه. بعد اینا آقا بره مثلا تبلیغ بکنه. تو چی رو میخوای؟ تو اول بیا همینا رو تبلیغ بکن. متاسفانه یکی از مشکلات دیگری که در جماعت تبلیغ وجود دارد این است که یک جانب دین رو تبلیغ میکنن. مردم رو به نماز تشویق. اوکی، نماز خوب است، نماز ستون دین است، به نماز، لکن دین تنها نماز نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، بهترین مؤمنان که از نگاه ایمان کامل باشن خوش اخلاق ترینشون است. مسائل اخلاقی کمتر بهش توجه میشه، مسائل اعتقادی کمتر بهش توجه میشه. عقیده مهمترین بخش زندگی است. آقا طرف خوش اخلاق باشه، نمازگزار باشه، همه عبادت ها رو به تمام و کمال انجام بده، اما در توحید مشکل داشته باشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به شیئا و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله متعال کسی رو که چیزی رو با او شریک بیاره ابدا نمیبخشه، غیر از این هر چی رو باشه میبخشه. مهمترین چیز عقیده است. متاسفانه در جانب عقیده خیلی کم کار میکنن، الا بعضی گروه ها خیلی اندک بیشتر میپردازن به عبادات، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه مکرمه همه دعوت و تبلیغشون روی عقیده بود. آیات احکام رو ببینید، کلا در غیر از نماز که در سالهای اخیر مکه نازل شده، بقیه عبادت ها، نماز، روزه، زکات، حج، قصاص، انواع احکام کلا در مدینه نازل شده. آیات احکام 99% مدنی است. 13 سال پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه تبلیغ عقیده کردن. و این در خانه کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، هر کدام شما مسئول هستید. مرد در ادامه حدیث، نص حدیث پیامبر، مرد در خانه مسئول است، زن در خانه مسئول است، ولی امر مسئول است. هر کس مسئولیت داره و هر کس در مورد زیر دستانش مورد بازخواست قرار میگیره. در حدیث دیگری میفرمایند کل نفس من بنی آدم سید، هر کس از انسانها یک سیادتی داره، یک مسئولیتی داره، یک سرداری داره به قول تاجیکا. فالرجل سید اهله، مرد سردار یا رئیس یا مسئول خانواده است. والمرأة سیدة بیتها، والمرأة سیدة بیتها، زن سردار و رئیس و مسئول خانهش هست. هر کس باید مسئولیت خودش رو انجام بده. به بهانه تبلیغ، به بهانه نمیدونم کار، به بهانه چیز، انسان نباید
خانوادهش رو و اهلش رو و همسرش رو و فرزندانش رو رها بکنه و از زیر بار مسئولیتی که داره شانه خالی بکنه. این در مورد این سوالی که خواهرمون کرده بودن. امیدوارم که این پیام من رو به همسرتون برسونید. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی ایشون رو هدایت بکنه، دین رو با کمال و جمالش بفهمن. شما هم صبر بکنید، دعا بکنید. طبیعتاً برای یک زن الله سبحانه و تعالی این اختیار رو داده وقتی که همسرش از وظایفش و از آنچه که به دوشش هست کوتاهی میکنه، حق اعتراض داره، حتی حق طلاق داره. ولیکن شما مادامی که فرزند دارین و این کانون خانواده از هم نپاشه، بشینید باشون صحبت بکنید و سرچ کنید، بگردید و آنچه که وظایف یک مرد هست در خانه برای ایشان بازگو بکنید، با خوبی، با اخلاق خوب، با رفتار خوب تجربه بکنید و همیشه دعا بکنید الله سبحانه و تعالی ایشان را هدایت بده.